من اوچیل صابر در خواجگی دیقانی یکتوت فعالیت میبرم. چندین ساله که من 3 ساله که ما لایحه رشد بلند برداشتن استوار کشاورزی همکاری میکنیم. ما از اینا هر سال تخم‌های نو اعلی استفاده میکنیم. ما سال گذشته اینجا الیت الکسیوس گرفته بودیم. ما هر گیتار 70 سنتر حاصل گرفتیم. این سال این اینم زیادتر حاصل میگیریم. برای اینکه من حاضر نشنوایش دیدی ساده حاضر فاز کلاشینی گوشت ریچس نال 5 میلیون دانه است. این حاصل دلخواه دادم و همه شرایط مایه کردیم. آزادش وقتش رو دادیم. این سنجا بالا وقتش رو آب داده است مگر ما از سال گذشته زیادتر حاصل میگیریم. من منتداری خود از نام خود اصرار میکنم که با حکومت جمهوری تاجیکستان با لایحه استوار بلند برداشتن کشاورزی ما برای 3 سال هست که تخم‌های اعلی صفت مینا ادبرین آلات‌های تکنیکی یاردم کنند. این دستگیری لایحه شد که ماهان من دیده ساده حاصل داشت سال به سال رشد بلند شده است. درآمدها هم بسیار شده. ما لایحه منتدار هستیم که ما با تخم‌های اعلی صفت تامین کنند. مینرال ادبرین داداشیان آلات‌های تکنیکی داداشیان که ما از این حساب حاصل که گندم سال گذشته 70 بود. این سال اینم زیادتر حاصل میگیریم. زمین ها و آبی 100 گیتار زمین داریم. آبی همون 56 گیتار پخته میکنیم. 20 گیتار گندم کردیم. ما خوراک خوشای چهارراه کردیم. ما سبزیجات است. همین چای کردیم. ما این سال از طرف لایحه ما هم تخم گندم هم تخم چیگیت پومدان دادن که باید 40 گیتار زمین به احمد صاحب باید چیگیت کردیم. ما خواجگی تخمچگی یکتوت این گرفتگی تخم‌های نو حاصلناک بلند شدنش از درآمدها ما برای زنک‌ها یک خانه دمگیری ساختیم. برای مین ادبرین یک سکلات ساختن نیت باید میسازیم. ما منتداری خود را به سردار حکومت راه لایحه منتداری خود اجرا میکنیم که ما همین قسمت تامین کنیم که ما حاصلات بلند کنیم.